الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. خدمت تمام بینندگان عزیز و گرامی عرض سلام و ادب دارم. در خدمت شما هستیم با ویژه برنامه مربوط به انتخابات 1400 در ایران که دیروز سلک انتخابات انجام گرفت. یعنی باید بگویم پریروز 28 خرداد که در این سلک انتخابات چون قبلا این انتخاب شده بود، یعنی انتصاب شده بود، در واقع نه انتخاب بلکه تعیین شده بود که چه کسی باید این پستو بگیرد، پست ریاست جمهوری. این بود که مردم شریف ایران با تمام اختلاف و تنوعی که دارند از لحاظ فکری، عقیدتی، قومی، جغرافیایی، با تمام تنوع و اختلاف در خارج و داخل نه بزرگی به جمهوری شیطانی خامنه ای گفتند. یعنی حقیقتا جایز نمیدانم که بگویم جمهوری اسلامی، چون اسلامی نیست، نه جمهوری است و نه اسلامی، و ثابت شد که البته 40 سال ثابت شده که جمهوری نیست. یعنی مردم در آن هیچ نقشی ندارند، اختیار و تعیین از جانب خود آنها انجام میگیرد، از طرف ولی سفیه انجام میگیرد. در نتیجه جمهوریتی در آن وجود ندارد و اسلامی بودنش هم که دروغ است. در طول این 43 سال ضربه‌ای که این دولت و این حکومت به اسلام وارد کرده، حقیقتا هیچ کافری، هیچ یهودی، هیچ نصارایی، هیچ بت پرستی، هیچ گاو پرستی، هیچ کسی اون اندازه لطمه به اسلام وارد نکرده. در نتیجه این در واقع اسلامی که نیست بلکه ضد اسلام است و در برابر اسلام قرار گرفته است و یک دینی است ساختگی که نامش اسلام است، یعنی به اسم اسلام برای بدنام کردن اسلام. یعنی در واقع باید بگوییم برای بدنام کردن اسلام، چون در اسلامی که اینها ادعا می کنند نه قرآن در آن نقشی دارد و وجود دارد، نه سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم. اسلام دیگه غیر از این نیست، یا قرآن است و سنت که تبیین و شرح قرآن است. در نتیجه مردم شریف ایران در داخل و در خارج در واقع یک نه بسیار محکمی را به این نظام فاسد دادند و یک رفراندوم بسیار عظیم و بزرگی بود که با سکوت خود و با مشارکت نکردن خود و در خانه ماندن خود بزرگترین رفراندوم را انجام دادند و بیان نمودند که این نظام فاسد نمیخواهیم و این نظام فاسد اختیار و انتخاب ما نیست. اما به قول فرموده رسول خدا صلی الله علیه و سلم که می فرماید اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، میفرماید وقتی که یعنی رسول الله میفرماید این کلام بسیار زیبا
یک باقی مانده است از گفتار پیامبران گذشته. اذا لم تستحیی فاصنع ما شئت. اگه تو شرم نداری دیگه هر چی میخواهی انجام بده. یعنی در واقع شرمی برای اینها باقی نمونده و اصلا نه شرمی دارند نه شخصیتی دارند، هیچ جایگاهی برای خود باقی نگذاشتند در میان مردم و حتی در میان خودی های نظام. یعنی اون افرادی هم که در نظام قبلا به این نظام اعتقاد و باوری داشتند و به آن ایمان داشتند، الان دیگه به صورت بسیار وسیع دارن ریزش میکنند و دارن دیگه اعتماد و اعتقادی به این نظام ندارند و مردم اگر قبلا حب اسلامی و دینی در وجود آنها بود، اکنون به وسیله این نظام فاسد نفرت شدید از اسلام پیدا کرده اند و البته نمیگویم همهشون ولی بسیاری از مردم، هرچند این در جامعه اهل سنت کمتر است الحمدلله، در جامعه اهل تشیع مطرح است، چون این نظام یک نظامی نبوده که اهل سنت گرداننده آن باشند. در نتیجه اهل سنت الحمدلله هم مثل همیشه به اسلام خود افتخار می کنند و به دین خود افتخار می کنند و به پایبند بودن خود به اسلام و پیروی کردن از قرآن و سنت پیامبر صلی الله علیه وسلم همچنان افتخار می کنند و اعتزاز می کنند الحمدلله. اما جامعه شیعه چون تصورشون بر این بود که تنها دین حق و راه و روش حق همین دینی است که این شیعیان و این رافضیان بیان می کنند، احساس می کردند دیگه این اسلام است. به همین خاطر تعداد بسیار زیادی از اسلام متنفر شده اند و تعداد بسیار زیادی به کلی اسلام را رها کرده اند و تعدادی هم به لطف پروردگار راه حق را پیدا کرده اند و راه خود را از راه آنان جدا کرده اند و به امت اسلامی که همان پیکر امت اسلامی که همان اهل سنت باشد پیونده اند و به آنان پیوسته اند و در نتیجه و تعدادی هم همچنان احساس می کنند تعداد قلیلی از آنها اسلام از آنها بری است و آنها هم از اسلام بری هستند و تعداد بسیار اندکی هم با خود آنها ممکنه الان مانده باشد. همچنان که در این سلک انتخابات معلوم شد، اولین رأی که نبود، نه به انتخابات، که 90% جامعه بود، 90% مردم گفتند نه. اون 10% هم که رأی داده اند نصف آن آراء باطله بوده، نصف آن آراء باطله بوده که مثلا گفتن یکی انتخاب کرده که من منتخب من مثلا مرغ است، یکی گفته تخم مرغ است، یکی گفته گوشت است، یکی گفته بالاخره میوه است، هر کسی چیزی را گفتند و یا تعداد بسیار زیادی دشنام و ناسزا را به هدیه تقدیم خامنه‌ای کرده اند و همین رئیسی سفاک و قاتل و جنایتکار. نکته ای که در اینجا بسیار حائز اهمیت است این است که این نظام نظامی است که در داخل و در خارج به صورت اجماع ثابت شده یک نظامی است از رأس هرم که خامنه‌ای باشد تا آخر هرم کلاً دروغگو هستند و دیگه کسی که ثابت شد دروغگو باشد دیگه هیچ حرفی از او پذیرفته نمی شود، هیچ چیزی، چون هر چی بگوید باید اول تصور کنی که دروغ است، بعداً دنبال بگردی آیا ممکنه در لابلای دروغهایش کلمه حرف درستی پیدا بشه یا نه.
در نتیجه اخباری که مخابره می کنند، گزارش می کنند، مطالبی که بیان می کنند، در مورد دین که سخن می گویند، در مورد هر چیزی که اینها گفتند، مردم با دیده تردید به آن نگاه می کنند. یعنی چی؟ و این بارزترین صفت منافق است. یعنی منافق آشکارترین و بارزترین صفتش این است که دروغگو هستند، که رسول الله صلی الله علیه و سلم بیان فرموده و خود قرآن: و من الناس من یقول آمنا بالله و بالیوم الآخر و ما هم بمؤمنین. اونا کسانی هستند که میگویند ما ایمان به خدا و روز آخرت داریم و اما ایمان ندارند. یخادعون الله والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم ولكن لا یشعرون. که میفرماید میخواهند خدا و اهل ایمان را فریب بدهند، ولی در واقع اون کسی که فریب میخورد، اولین کسی که یعنی گرفتار این فریب میشود خود آنان هستند، که در اونجا بیان میکند آنها دروغ میگویند و دروغگویان هستند در سوره بقره. در نتیجه اینها بارزترین صفت آنها دروغ است. مثلا خداوند متعال در ابتدای سوره منافقون باز بیان میکند: اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقین لكاذبون. میگه منافقان پیش تو می آیند، به رسول خدا می فرماید صلی الله علیه و سلم، هنگامی که منافقین پیشت می آیند، نزد شما حاضر می شوند، قالوا نشهد انک لرسول الله، میگویند ما گواهی می دهیم و شهادت می دهیم که تو فرستاده خدا هستی. خدا می فرماید والله یعلم انک لرسوله، خدا می داند که تو واقعا فرستاده او هستی. والله یشهد ان المنافقین لکاذبون، اما خدا گواه است و خدا شهادت می دهد و گواهی می دهد که آن منافقان دروغ می گویند. یعنی در این چیزی که می گویند، یعنی در این که می گویند ایمان به آخرت داریم دروغ می گویند، این که می گویند ایمان به پیامبر داریم دروغ می گویند، این که می گویند ایمان به خدا و روز آخرت داریم، خدا می فرماید آنها دروغ می گویند. در نتیجه بارزترین صفت منافق دروغگویی است. و این نظام فاسد در رأس هرم که خامنه ای باشد و تا پایین هرم همشون دروغ میگویند و در این مدت برای مردم تمام دروغهایشون دیگه با رسانه، با صدا و سیما، با تمام عواملی که با اینها دارن کار میکنن در تمام ارگان ها، انگار دروغ صفت بارز آنان است و اصل بر دروغ گفتن است. و جامعه ایران هم متاسفانه عامه مردم هم از این روش، یعنی به این تربیت آنها متأثر شده اند و این گونه دروغ میگویند. حالا مثلا با دروغ میآیند تعداد مثلا 10% مردمی که به آنها رأی داده اند آن را با زور به 50% یا بیشتر از 50% رساندند، یعنی 40% دروغ بوده. مثلا گاهی در خود صدا و سیما به صورت مستقیم تماس میگیرد با یکی از مراکز انتخابات، میگه اوضاع چجوریه، اینم متوجه نیست که قرار بوده گزارش فقط صدا باشد، تصویر نباشد. ناگفته از این که داره تصویر داره پخش می شود به صورت سراسری، میگوید من دارم شگفت زده شده ام از این در واقع حضور پرشور مردم در
این صندوقهای رای، در حالی که خودش اونجا ایستاده تمام پشت سرش صندوقها خالی هستند و یک نفر وجود ندارد، یک نفر وجود ندارد که در اونجا رأی وارد یکی از اون صندوقها کند و همه نشستن تنها خودشون، اونایی که مسئولین صندوق هستند نشستن و کسی هم وجود ندارد که رأی بدهد و در اونجا به صورت رسمی و آشکارا در جلوی تمام مردم میگوید من دارم شگفت زده شدم از این مشارکت پرشور مردم. مثلا یا مثلا اینها خیلی دروغگویانه میآیند در صدا و سیما تصویرهایی را پخش میکنند که مثلا زمانی که مردم برای در صف مرغ ایستاده اند یا در صف مثلا گوشت ایستاده اند یا در صف تخم مرغ یا در صفهای دیگر، یا مثلا صفی کشیده یک نفر صفی را نشون میدهد که اون صف نگاه میکنه یک بانکی است، مثلا هیچ ربطی به مراکز انتخابات ندارد و ستاد انتخاباتی ندارد و این چیزها. در نتیجه یعنی دروغ اینها اینقدر واضح و روشن شده، یک کودک 5-6 ساله میدوند که اینها چقدر دروغگو هستند. حالا جامعه‌ای که در رأس هرم آن دروغگو باشد، در حالی که ادعا می کند که خود را حالا بگویم ولی امر مسلمین قلمداد می کند و میگوید این نمونه بارز اسلام من هستم، در حالی که جلو نزدیکترین دوستان خودش به انسان به عنوان یک دروغگو شناخته شده باشد. خود او، خود رئیسی، خود تمام، یعنی ما هر چی دیدیم جز دروغ. مثلا کسی مثل ظریف وزیر خارجه راحت جلو انظار مردم دروغ میگوید. یعنی در الان دروغگوترین سردمداران دولت یکی از دولت ها در دنیا دروغگوترینشون ایران است، یعنی در رتبه اول دروغگوی قرار دارند. به همین خاطر پروردگار میفرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین. میگه کسانی که ایمان آورده اید خود را از نافرمانی خدا نگه دارید و با صادقان باشید، با راستگویان باشید. یعنی کسی که دروغگوست نباید با دروغگو باشید. حالا در این جامعه‌ای که در رأس آن یک ولی خودخوانده، ولی فقیهی خودخوانده که خودش نام خودش را ولی فقیه گذاشته، در حالی که خود او هنگامی که این مسئولیت به او پیشنهاد می شود میگوید وای به حال روزی که من در آن مطرح باشم و به حال اسلامی باید گریست که من ولی آن باشم و که من در رأس هرم آن قرار بگیرم. خود اون گفته و واقعا این چیز واقعیتی که گفته و ما با چشم خود دیدیم که چه بلایی بر سر این مردم و این کشور آورده. در نتیجه مطلبی که من میخواستم بیان کنم این بود که اشاره کنم به این که در واقع امروز و دیروز روز پیروزی مردم شریف ایران بود بر یک حاکم ستمگر ظالم، یعنی جنایتکاری که در دنیا نمونه اش یافت نمی شود و مردم ایران واقعا پیروز شدن و مردم می توانند با وحدت کلمه هرچند افکار مختلفی دارند، هر کسی با خودش با افکار مختلف، با اعتقادات گوناگون، با قومیت گوناگون و مختلف
با تمام اینها، با دینهای مختلفی که در ایران وجود دارد، با تمام این تنوع، باز ما مشاهده کردیم یک وحدت کلمه را در میان اپوزیسیون، البته اپوزیسیون حقیقی در خارج از کشور و اپوزیسیون حقیقی در داخل کشور، یعنی اونایی که واقعا مخالف این نظام و این سیستم هستند، یا تعدادی که با این نظام کنونی مخالفت دارن. حالا آیا موافق این باشند که با کلی سرنگون شود که بیشتر اپوزیسیون بر آن هستند، یا موافق یا مخالف این رویه و این روش و تغییر قانون اساسی باشند. به هر صورت اینها همه با هم یک صدا به جمهوری شیطانی گفتند نه، تو را نمیخواهیم، تو انتخاب ما نیستی و ما انتخاب ما براندازی شما و سقوط و سرنگونی شماست. در نتیجه این روز بسیار به یاد ماندنی است و هرگز فراموش نخواهد شد و در تاریخ ثبت می شود که مردم ایران یک بار تونستند وحدت کلمه را ایجاد کنند و با وحدت کلمه خود موفقیت و پیروزی بسیار بزرگی را به ارمغان بیاورند که این وحدت کلمه و این همصدا بودن و همگام بودن میتواند منجر به سرنگونی این نظام فاسد شود. کافی است یک بار دیگر مردم اراده کنند و به خیابانها بیایند و برای سرنگونی آن تلاش کنند که بسیاری از حتی نیروهای نظامی و انتظامی به صف مردم می پیوندند و پیوسته اند و واضح و آشکار است. در اینجا خداوند متعال در سوره زاریات می فرماید قتل الخراصون، آیه 10 سوره زاریات. اون آیه قبلی سوره توبه آیه 119 سوره توبه بود. میگه قتل الخراصون یعنی لعن الكذابون، لعنت خدا و نفرین خدا بر دروغگویان. حالا این لعنت و نفرین تقدیم و پیشکش نظام فاسد در رأس هرم تا آخر هرم، اونایی که به این نظام فاسد رو قبول دارند و از آن حمایت و پشتیبانی می کنند. لعن الكذابون قتل الخراصون. در اینجا با هم میان برنامه نگاه میکنیم و باز هم در خدمت شما خواهیم بود. با ما همراه باشید. يا رب عبدك من عذابك مشفق، بك مستجير من لظى النيران، فارحم تضرعه إليك وحزنه، وامنن عليه اليوم بالغفران. يا من إذا وقف المسيء ببابه ستر القبيح وجاد بالغفران، تعفو الملوك عن النزيل بحيهم، كيف النزيل بساحة الرحمن. يا رب وفقني أعيش موحدا ومهللا أدعوك بالقرآن. يا رب عند الموت حسن منطقي، عند السؤال وملتقى الملكان.
با عرض سلام مجدد خدمت شما بینندگان عزیز و گرامی. ما داشتیم در مورد این سخن می گفتیم که دروغگویی یکی از صفات بارز منافقین است و 2 آیه در این رابطه بیان نمودیم. البته چند آیه دیگر هم در مورد منافقین گفتیم و اکنون یک حدیث دیگری برای شما بیان کنم در این رابطه، 1-2 حدیث. حدیثی که امام بخاری و امام مسلم با سند خود از عبدالله بن مسعود روایت می کنند که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود: علیکم بالصدق، فرمود شما صادق باشید، راستگو باشید، یعنی تلاش کنید دروغ نگویید. فإن الصدق یهدی الی البر، زیرا راستگویی انسان را به نیکی هدایت می کند، یعنی به راه نیک. و این البر یهدی الی الجنه، و همانا نیکی انسان را به سوی بهشت هدایت می کند. اگر انسان راه نیکوکاری را بگیرد، ان الابرار لفی نعیم، همانا نیکوکاران در نعمتی هستند وصف ناشدنی. وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، و همواره انسان راستگویی می کند، راست می گوید و دنبال راستگویی است و تلاش می کند دروغی بر زبانش جاری نشود تا اینکه نزد خدا نوشته می شود صدیق. نوشته می شود صدیق یعنی بسیار بسیار راستگو، صیغه مبالغه است. و ایاکم والکذب، بعدا رسول الله فرمود اما مواظب باشید دروغ نگویید. و ایاکم والکذب، مواظب خود باشید دروغ نگویید. فإن الكذب یهدی الی الفجور، زیرا دروغ انسان را برای فجور هدایت می کند، برای فجور، راه معصیت، راه گناه. و این الفجور یهدی الی النار، و همانا فجور و بدکاری انسان را به سوی آتش جهنم راهنمایی می کند. و ما یزال الرجل یکذب و یتحری الکذب حتی یکتب عند الله کذابا، و همواره انسان دروغ می گوید و تلاش می کند دروغ بگوید، مثل این دولت خودکامه و این نظام فاسد که مرتب تلاش می کنند دروغ بگویند، مرتب دروغ می گوید و تلاش می کند که دروغ بگوید. حتی یکتب عند الله کذابا، تا این که نزد خدا کذاب نامگذاری می شود، تا نزد پروردگار کذاب نامگذاری می شود. این خیلی مهم است. یعنی این نظام فاسد در رأس هرم تا آخرش بدون استثناء همه دروغگو هستند و همه کذاب هستند. یعنی شما یک راستگو در میان آنها پیدا نمی کنید، اون کسی که وابسته به اون نظام باشد، چون امکان ندارد. اگر در صدا و سیما هستی باید دروغ بگویید، اگر در یک از وزارت ها هستی، یک وزارت خانه در دست تو هست، باید دروغ بگویید، چون واقعیت بگویید نمیشه. اگر در هر نقطه، در هر یعنی پست و مقامی که باشید
دروغ نگویید قابل قبول نیست. باید با دروغ راهت را آغاز کنید. این خیلی عجیب است. یعنی ما چنین سیستم و نظامی را ندیده بودیم و این حد فاسد باشد که بدون دروغگویی امکان ندارد که شما در اون پست و مقام باقی بمانید. باید با مردم دروغ بگویید، با همدیگر دروغ بگویید، با دنیا دروغ بگویید، با همه. بدون دروغ با خانواده دروغ بگویید، با زن و بچه دروغ بگویید تا بتوانید زندگی کنید. این چه نظامی است؟ پس اون چنین کسی نوشته می شود کذاب. در لفظ دیگر این حدیث، یعنی همین حدیث که بیان کردیم، حدیث قشنگ و زیبایی است که اگر فرصت باشد برای یک بار دیگر کلا بیان کنم. ولی اون قسمتش میفرماید در لفظ دیگر این حدیث میفرماید و انه یقال، یعنی اگر کسی که صادق باشد، یقال للصادق صدق و بر، به انسان صادق گفته می شود راست گفت و نیکی کرد. ولی ما به اینها باید بگوییم دروغ گفت و بدی کرد، هیچ چیز خوبی انجام ندادن. باید بگوییم دروغ گفت و بدی کرد. و یقال للکاذب کذب و فجر، و گفته می شود به انسان دروغگو، به اون دروغگو گفته می شود دروغ گفت و فجور کرد، یعنی بدکار کرد، بدی کرد. اون یکی صدق و بر، نیکی کرد و راست گفت و نیکی کرد، ولی این یکی دروغ گفت و بدی کرد. پس کسی که بدکار باشد و دروغگو باشد دیگه کجا صلاحیت دارد؟ که صلاحیت هیچی ندارد. یعنی حتی صلاحیت این ندارد که آن را یعنی چوپان گوسفندشم کنید، چون اونم باید صادق باشید و باید خائن نباشید، به مردم خیانت نکنید و به صاحب حیواناتم دروغ نگویید. در کارت باید صادق باشید. یعنی هر کاری نیاز دارد به صداقت و امانت و تخصص. اینها نه تخصصشو دارند نه امانت و صداقتشو دارند. یعنی هر کاری که کسی به عهده میگیرد دو صفت بسیار مهم باید در آن شخص وجود داشته باشد. یکی امانت، دیگری خبره و تخصص، که اینها تخصص ندارند. چون همه کاره این نظام فاسد ولی سفیه هست که خودش اذعان می کند در اون چیزی هم که تخصص دارد کسی به آن اعتراف نمی کند، خودش هم به آن اعتراف ندارد در تخصصش، نه در اون چیزی که تخصص ندارد و به قول خودش من سررشته ندارم، در امور اقتصاد سررشته ندارم، در امور سیاست سررشته ندارم، در امور مسائل اجتماعی سررشته ندارم، در امور دینی هم سررشته نداری. نه تنها خودت میگی من ندارم، وقتی که تو را خواستن انتخاب کنند، همین خامنه ای گفت وای بر رو وای به حال اسلامی، باید به حال اسلامی گریست که من در رأس آن قرار بگیرم. واقعا همین شد که گفتی و خودت قبول نداری و هیچ کسی یک مرجع از مراجع تقلید شما را قبول ندارد به عنوان اینکه تخصص دارید و به سطح مرجع بودن رسیده ای. پس شمایی که در اون چیزی که خودت در آن کار کردی هنوز ناتوان و تخصص نداری، در چه چیزی دیگری؟ در تمام اون چیزها شما هیچی ندارید. یوسف علیه السلام وقتی که متصدی خزانه مصر شد، یعنی بخش دارایی مصر را به عهده گرفت، فرمود اینی حفیظ علیم، یعنی من هم حفیظ هستم، به درستی از آن حفاظت می کنم و از آن نگهداری می کنم
این جنبه امانت و صداقت و علیمم هستم، بسیار دانا و متخصص هستم. یا هنگامی که موسی علیه السلام یکی از دختران شعیب علیه السلام به او گفت، و پدرش گفت یا ابت استأجره، ای پدر بزرگوار، این مرد را به عنوان یعنی مثل یک کارگر آن را استخدام کن. چون فرمود انه یا ابت استأجره انه لقوی امین، چون برای کار قدرت نیاز است که تخصص آن است که قدرت دارد، لقوی، و از لحاظ درست بودنش هم امین است. انه لقوی امین، هم قوی است برای کار کردن، هم امین است که خیانت نمی کند. اون دو تا صفت. یک پزشک باید در رشته خودش تخصص داشته باشد و در رشته خودش باید تخصص داشته باشد و باید امینم باشد، مورد اطمینان باشد که مردم بتوانند به او اطمینان کنند و به او اعتماد کنند. در نتیجه این نظام فاسد در رأس نه تخصص کارشونو دارند در هیچ زمینه از اون زمینه هایی که باید در آنها کار کنند، تنها در یک چیز تخصص دارند، در کشتن، در اعدام، در زندان، در تجاوز. در هیچ چیز دیگه تخصص ندارند. یعنی اون کشور با اون همه ثروت، با اون همه امکانات خدادادی، در اون کشور ثروتمند که یکی از ثروتمندترین کشور دنیاست، الان مردم آن به یکی از فقیرترین مردم دنیا بدل شده است. کشورهای اروپایی که هیچی ندارند، نه نفت دارند، نه گاز دارند، هیچی ندارند، ولی ثروت نگاه کن چگونه کشورشون رو اداره می کنند، با عدالت، با امانت. یعنی با وجود این که هیچ ادعایی ندارند ولی امانت دارند و عدالت هم دارند. یعنی تفاوتی در بین یک خودی با یک غیر خودی قائل نیستند در محاکمشان، در کارشون، و کشورشون را با بهترین شیوه اداره می کنند. ولی شمایی که بجای خود را نائب خدا می دانید بر روی زمین، که واقعا نائب شیطان هستی، نه امانت دارید، نه صداقت دارید، نه تخصص دارید، و مردمم با تمام قدرت اینو به شما گفتند و به احتمال قوی به گوشت رسیده. نه تنها به گوشت رسیده بلکه خواب را از چشمت ربوده. حالا نکته دیگری که من خواستم بیان کنم، به نظرم به مطلب را به پایان برسانم، مطالب بسیار زیاد است. یک حدیث دیگری است که باز امام بخاری و امام مسلم اون حدیث را روایت می کنند. یک حدیث بسیار قشنگ و زیبایی است، باز مربوط به دروغ شماست. یعنی میخواهیم این دروغ هایی که شما دارید مرتب دارید دروغ میگویید، اینم را اضافه کنم. این که گفتیم 4 صفت هست که از صفات منافقین است. اگر کسی
یکی از آن 4 صفت داشته باشد، یک خصلت از خصلت نفاق دارد. اگر 4 تا را داشته باشد منافق خالص است. یکی از آنان در امانت خیانت کند که شما دارید میکنید. وقتی که سخن میگوید دروغ بگوید که شما دروغ میگویید. وقتی که عهد و پیمانی با کسی میبندد عهد شکنی کند که شما میکنید. وقتی که با کسی خصومت دارید فجور میکنید، دشنام میدهید که شما همه این صفات رو دارید، یعنی منافق خالص هستید. هم در عقیده منافقید، هم در عمل. روزی رسول خدا صلی الله علیه وسلم بسیار، یعنی موارد بسیاری پیش می اومد، می فرمود مثلا بعد از نماز صبح آیا یکی از شما خوابی را دیده یا ندیده؟ اگر کسی خوابی را دیده بود برایش بازگو می کرد و اون هم تعبیر خواب را بیان می فرمود. این حدیث سموله بن جندب روایت می کند رضای خدا بر او باد و حدیث هم یعنی متفق علیه است. امام بخاری و مسلم این حدیث را روایت کردند. در اینجا در این حدیث می فرماید رسول خدا صلی الله علیه وسلم دیگه روزی گفت من خودم خوابی را دیدم. انه قال ذات غدات، قال لنا ذات غدات، یعنی روزی یک صبحی به ما گفت من امشب 2 نفر پیش من آمدند. این 2 نفر که بعداً بیان میکنیم یکی جبرائیل است و یکی میکائیل، یعنی 2 تا فرشته که جبرائیل و میکائیل به هستند میگه پیش من آمدند و به من گفتند بیا و من به آنان بیرون رفتم. که بیرون رفتیم آمدیم مردی را دیدیم که دراز کشیده بود و یک شخص دیگری بالای سرش با یک سنگ بزرگی بالای سرش ایستاده بود. یک شخصی بالای سرش با یک سنگ بزرگی ایستاده بود. فیثلغ رأسه، یعنی به سرش میکوبید، سرش را میشکافت و آن را میشکست. فیتهدده الحجر هنا ها هنا. میفرماید وقتی که سنگ را بر سرش میکوبید، سنگ محکم، اونقدر محکم به سر او میکوبید سنگ پرتاب میشد و میغلطید. بعدن میگه فیتبع الحجر فیأخذه، اون هم میرفت سنگ را دنبال میکرد و آن را دوباره میگرفت تا اینکه فلا یرجع الیه حتی یصح رأسه، میگه به سوی او بر نمیگشت تا اینکه سرش مثل اول درست شده بود. بعدا میگوید یعنی سرش دوباره سالم میشد و برای بار دوم که به او به سرش بکوبی آماده و حاضر بود. تا اینکه قال قلت لهما سبحان الله ما هذانی، میگه منم گفتم سبحان الله این چی هست؟ این مردی که اینجوری عذاب میکشد و اون کسی که عذاب میدهد، اینا چی ها هستن؟ چه خبر است؟ میگه گفتم قال لی انطلق، میگه گفتن فعلا نیازی نیست، بیا حرکت کن، بعدن برات توضیح میدهم. میگه منم که رفتم فاتینا علی رجل مستلق علی قفاه، میگه ما هم آمدیم مردی را دیدیم که به پشت خوابیده. مستلق علی قفاه یعنی بر روی پشت خوابیده. و بعدا میفرماید و اذا آخر قائم علیه بکلوب من حدید، ناگهان دیدم مردی بالای سرش ایستاده با یک قلاب آهنی، یک قلاب آهنی در دستش بود و بالای سر او ایستاده بود.
فیدخل ذلك الکلوب فی شدقه، میگه این قلاب را در دهان او قرار میداد از یک طرف. حالا شما بگو از سمت چپ یا از سمت راست. قلاب را در داخل دهانش میکرد و سبحان الله، و بگونه ای که فیشق شدقه حتی یبلغ قفاه، این را شق میکرد تا به پشت سرش، تا پشت سر اینجا را باز میکرد و میشکافت، بگونه ای که و بینیش را میکشاند تا پشت سر، و عینیه الى قفاه، چشمانش را میکشاند تا پشت سر. یعنی انگار این چیزی که اون قلابی که با آن میزد همه صورت را میچرخاند تا پشت سر. ثم يتحول الى الجانب الاخر، سپس على سمت چپ را این کارو میکرد، میآمد به سمت راستش، سمت راستش هم این جانب دیگرش هم را همین کارو با آن انجام میداد. فما يفرغ من ذلك الجانب حتى يصح ذلك الجانب، میگه از این طرف که تمام نمیشد، از طرف دیگر که آغاز میکرد اون را تمام نمیکرد، اون طرف اولی مثل اول شده بود و دوباره به حالت اولی برمیگرد، دوباره برمیگشت، این بار دیگر این کارو میکرد و تا اینو دوباره به سمت یعنی این قلاب را به این طرف میکشید و تمام چشم و بینی و صورتش را به اون سمت میبرد تا میرفت اون طرف دیگر را انجام میداد، یعنی مرتب به این صورت این کارو انجام میداد. میگه گفتم سبحان الله ما هذانی، گفتم پناه بر خدا اینها چی هستند، اینها چه کسانی هستند؟ فقال انطلق انطلق، گفتن بیا بریم. هرچند ما فرصت نداریم این حدیث طولانی و بسیار قشنگ و این خواب بسیار قشنگ را کامل بیان کنیم، بله مجبوریم که به آخر برسیم که این چه کسی بود، یعنی این کسی که این بلا بر سرش آورده می شد این چه کسی بود. حالا در اینجا برای ما بیان می کند بحث ما روی اون شخصی بود که دهانش اینجوری با اون قلاب آهنین پاره می کردند و اون گونه عذابش می دادند. حالا گفت این چه کسی بود؟ مطالب بسیار زیادی در این خواب برای رسول الله پیش اومده صلی الله علیه و سلم و آن را مشاهده کرده و دیده. حالا وقتی که کار به آخر رسید گفت خیلی خوب اکنون برایم توضیح بده. قال اما انا سنخبرك، میگه الان این را به شما بیان میکنیم، یعنی این مطلبی که این گونه بود. یکی اون فردی که بیان کردیم که سرش را آنچنان می شکافتند و با اون سنگ سرش را شکافته می شد، اون کسی بود که یأخذ القرآن فیرفضه، کسی است که قرآن را یاد گرفته اما با آن عمل نمی کند، و ینام عن الصلاة المکتوبة، و نماز فرض را ادا نمی کند. حالا اینها هم قرآن را یاد گرفته اند اما با آن عمل نمی کنند. خامنه ای. این یک مورد دوم. و اما الرجل الذي اتيت عليه يشرشر شدقه الى قفاه، میگه اما اون مردی که مشاهده کردید که پیشانیش با اون قلاب آهنی به پیشانیش میزدند و با این دهانش تو دهانش میکردند و اینجوری پالهش میکردند و به سمت پشت سر میبردند که بینی به پشت سر کشیده میشد و چشمانش به پشت سر کشیده میشد. فإنه الرجل الذي رجل يغدو من بيته فيكذب الكذبة تبلغ الآفاق، این همان شخصی است که صبح می کند و دروغی را می گوید که دروغش به آفاق می رسد، یعنی به همه دنیا می رسد. مثل این دروغی که
خامنه‌ای و تمام ایادی خامنه‌ای در مورد انتخابات و در مورد همه چیز میگویند و دروغ آنها که رسانه های آنان در خارج از کشور و مزدوران آنها این صدای آنها را به تمام دنیا می رسانند. فرمود این همون افرادی هست که دروغ میگویند و دروغشان به آفاق می رسد. حالا دروغ اینها گوش دنیا را کر کرده است. پس من بار دیگر به مردم شریف ایران باید تبریک بگویم که در این وحدت و انسجام همگانی موفق شدید که یک نه بزرگ به این جمهوری شیطانی بگویید. ظاهرا وقتی ما به پایان رسیده است. همه شما را به خداوند بزرگ و ذوالجلال می سپارم و السلام علیکم و رحمت الله.